پس از 2 روزی منعی برگزاری نماز عید در مسجدهای پایتخت، در مرکز تاشکند کنسرتی با شکوهی با جالرشو برگزار شد. ویدیونوار موافق در شبکه یوتیوب ینگی کلگو پیدا گردید. در ویدیونوار دیده می شود که چطور هزارها نفر برای یک نمایش فراغتی در تاشکند سیتی جمع آمدند. البته در کنسرت مسافه اجتماعی را کسی رعایت نمی کرد. انبوه آدمان تا نیمه شب شادی کرده، سرود خوانده رقص می‌کردند. جاش و استعدادلی خواننده ریان. گذشته از این طوری که ناظران قید می‌کنند چنین کنسرت‌ها در تاشکند هفته چند مرتبه برگزار می‌شوند و هیچ گونه محدودیت اپیدمیولوژی به چنین چاره‌بینی‌ها خلل نمی‌رساند. طبیعی است که این گونه بی‌عدالتی در عمل مقامات موج خشم و غضب را در شبکه‌های اجتماعی به وجود آورده است. مردم نمیفهمند که چرا نماز به سلامتی آدمان تهدید میکند اما کنسرت تهدید نمیکند. Yurtimizda epidemiologik vaziyatni jilovlash, aholi salomatligini har tomonlama himoya qilish uchun یادداشت میکنیم که قبلا شورای علمای ریاست مسلمانان ازبکستان درباره لغو نماز دست جمعی به افتخار عید قربان قرار قبول کرده بود. شورای علما قرار خود را با وضع اپیدمیولوژی کشور اساسناک کرد. طبق همین قرار نماز جنازه نیز فرمان داده شده است که در منزل زیست با اشتراک خویشاوندان نزدیک گذاشته شود. اینچنین ادای نماز جمعه موقتا بازداشته شده است. در بخش ازبکی شبکه‌های اجتماعی کاربران به چنین بی‌عدالتی راضی نیستند. مثلا سابق امام خطیب مسجد آمینه شهر تاشکند فضل‌الدین پرپیف در فیسبوک وضع را چنین شرح داد: در این کشور منفعت‌های مسلمانان حتی 1% هم اعتراف کردن نمی‌شوند. سبب آن را هر کس خوب می‌داند. مسلمانان در اینجا قدر و قیمت ندارند. ارزش‌ها، دین، اعتقاد و خواهش‌های آنها برای کسی اهمیتی ندارد. همه این را می‌فهمند اما کسی جرأت نمی‌کند که اقرار شود. برای حکومت مهم نیست که شما عصبانی می‌شوید یا غمگین هستید، زیرا شما خود را همین طور معرفی کرده اید و با دیگران نیز همین طور مناسبت می‌کنید، نوشته است او.